صبح دلانگیز پاییزیتون بخیر. رادیو صبحگاهی امیلی. بچه‌ها من خیلی خوشحالم که پاییز رسیده. یکی از دلایلش اینه که تصمیم دارم دکور هالووین اجرا کنم. اما قرار نیست که این ویدیو همینطور انقدر معمولی و پیش پا افتاده شروع بشه. قرار صبحونه درست کنم، نه یه صبحونه معمولی. قرار برای اولین بار پوچ درست کنم. نمیدونم به فارسی چی بهشون میگن. سرچم کردم و نوشته بود خاگینه. و اینکه روش پختش خیلی عجیبه، ممکنه بعد از آب در بیاد، ولی خب میخوام امتحانش کنم برای اولین بار. اول اینو درست میکنیم، صبحونه میخوریم و میریم سراغ دکور هالووینی. من چی حرف نزدم، من تازه اومدم. آووکادو یه میوه گرونه که باید پسنداز کنی براش. ای آووکادو، باید به اندازه پولی که برات هزینه کردم منو تقویت کنی، منو قوی کنی. امیدوارم طعمش خوب شده باشه. من اینکه اومدم عسلی نشد، باید زودتر برش می‌داشتم. همین تخم مرغش بد نیست. انتظار داشتم مثلا بو بده یا هر چیزی. خیلی خوب درست کردم. امیلی به روش سالم، یک صبحانه سالم و خیلی خوشمزه به قول خودش درست کرد. من میخوام به روش ناسالم درست کنم. یک روش خیلی ناسالم. مطمئنم آخرش به این نتیجه میرسی که اونی که من درست کردم خوشمزه تر بود. کی رفتی آماده شدی برای این؟ آخرش به این نتیجه میرسی که اونی که من درست کردم خوشمزه تر بود. تخم مرغی که من درست کردم هم خیلی خوشمزه بود، خب فقط قیافه نداشت. یه بسته برام رسیده از طرف یکی از فالوورام. بازش نکردم که اینجا با هم بازش کنیم ببینیم چی توشه. نگاه کن چه قشنگه. پیجشو حتما میذارم برید کاراشو ببینید. تو این حس رو درک نمی کنی. متاسفه. چقدر نازه. نگاه. عکسش هم میذارم حتما. آره خوب کار میکنی. چشم منو بذارم رو پشونیت. شاید یکم زیبا شدی. ببین تو اون تاریکی هم چشمام داره میدرخشه. وای وای. به دو تا باتونه که نشونم زلیلتا. این پارت اول ویدیومونه. تو پارت بعدی قرار گیریم کنیم ولی مثل که امیر تصمیم گرفته از الان ترسناک بشه. بعد اینا رو متصل کنیم به هم دیگه. 4 تا دایره در آوردم به عنوان چشماش، وسطشون مشکی میکنیم. چرا حس میکنم شبیه برنامه‌های فیتیله شده. یه عمویی بود میومد چی میکرد، وای من خیلی دوست داشتم. چی رو؟ میومد کاردستی درست میکرد. بعد من از بچگی این عاشق کاردستی درست کردنم. بچه هم که بودم خیلی این کار رو میکردم. بعد خیلی لذت بخشه. کاردستی؟ کاردستی درست کردن یکی از بهترین کارهای دنیاست. چشم ساختم. بده منم میخوام بده امتحان کنم. هر کسی نمیتونه. یه لحظه. بیا. امیلی چشم ساخته. چطور زدی اینجا؟ دیگه عنکبوت نمیخوایم درست کنیم؟ چه بوی میده این ماژیکه؟ خیلی بد میاد. چطوره خوبه؟ نمیاد؟ آره بذار این دوتا رو بزن. چطور چسبیدی؟ توف زدی؟ چسب دادم. چسب طبیعی. بیا اینم بزن. یا مرد عنکبوتی شدم. حس اسپایدرمنو دارم. خیلی حس خفنی دارم الان. روح درست کنم. یه روح معمولی نمیخوام درست کنم. میخوام از روح خودم در این بدمم. یه روح داخل روح خودم میخوام در این بدمم. نگاه کن. این بادکنک که احمال ورود رو من درشون نداشت. چی کار داری میکنی؟ سلیته
روحه میگه، من نمیگم. رجایی عنکبوت دیگه بیا منو درست کن. انقدر آره چشمش خوبه دیگه. وای دست بهم نزن، مورم شد از وقتی براش چشم گذاشتم. این چه کاری داری با من میکنی؟ تو میفهمی من احساساتم قویه امیر. امیر اگه این دیگه از زندگیمون نرفت چی؟ امیر تو میدونی من احساساتم چقدر زیاد و قویه و چقدر ارتباط میگیرم. اسم بذار براش. آرتور. از کجا آوردی؟ شخصیت خودش باید اسمش انتخاب کنه. اسم من آرتوره. آرتور. عنکبوت رامستوری من. عنکبوت من دختره. خب بیبه سیاه. برای تو آرتور باشه، برای من بیبه سیاه، برای من جسیکاست. بچه ها آماده شد بریم وزنش کنیم. عالی شد، آفرین. من میتونم یکم بهت افتخار کنم. اینجوری زیر نور وای نست و میترسم ازت. یا تو حق نداری رو نظر بچه‌ها تاثیر بذاری. بچه‌ها خودتون انتخاب کنید. سفیدی یا سیاهی، خباثت یا محبت، تیرگی یا روشنی. سیاه واسه جدال بین این همه تاریکی و تیرگی. از درست انتخاب کنید. خب حالا وقتش رسیده کدوها رو درست کنیم. این شبیه صورت تو. چرا هر چیزی رو میگیری کنار صورت من؟ نگاه، بذار یه چیزی در مورد من که خودت خوب میدونی، بذار یه چیزی بچه‌ها بدونن راجع به من عاشق غذام. حالا وقتی که دارم یه غذا کنار تو میذارم، دارم به تو عشق میورزم. این عشق، این سهم، این اندازه عشقی که دارم الان این لحظه بهت میدم. نگاه کن چقدر شبیه‌ته. نگاه کن فرم صورت تو لحظه در نظر بگیر، بذار کنار این کدو. خب من یه طرح خودم انتخاب کردم. خب بعد نمیدونم تو چیکار می‌کنی. قبل از اینکه بخوای کدوها رو درست کنیم یه بازی ترتیب بدم. میخوام همینجور که داریم کدو درست میکنیم یه بازی با هم دیگه انجام بدیم. چه بازی؟ من می‌خواستم از خاطرات ترسناکمون تعریف کنم. اونم میرسیم بهش. این خیلی خوبه. خیلی وقته. نگاه تو دستای من کارم انجام دو تا شیه. خب دو تا شی تو دستام منه. توجه کن. کی شی آوردی تو دستم هست. واقعا؟ آره. تو یکیشو انتخاب میکنی. اینو مشکی انتخاب کردی. مربوط به یک روحه. کی اینا رو گذاشتی تو دستت؟ من هنوز وقتی تو مشکی رو انتخاب کردی من میشم روح مشکی. یک سری سوال هست، جواباشو تو باید حدس بزنی. بعد این سوالا رو من اگه درست باشه به تو میگم بله، اگه غلط باشه میگم نه. بعد تو دوباره میپرسی سوالا رو من میپرسم، جوابا رو ولی تو باید حدس بزنی. حالا من سوال میپرسم. مثلا فکر کنم من این روح من کدوام. خب من روح کدوام. خب من از تو میپرسم من کجا زندگی میکنم. این بازیه؟ آره. من کجا زندگی کردم؟ توی مزرعه بودی. مثلا من میگم بله آخه دیگه فهمید تموم شد دیگه. آره دیگه بازیش همینه. خیلی بازی باحالیه دیگه. اذیت نکن دیگه، پایه باشه. پس کجا یاد گرفتین؟ خب پس من شدم روح مشکی. خب میتونم همینجوری که داریم بازی میکنیم کدوها رو هم درست کنیم. باش. خب سوال اول من چی هستم؟ تو کدویی. نه خودت گفتی من قراره کدو خب باشم. من میتونم با آرام نه جواب بدم. نه من گفتم روح مشکی هم. من چی هستم؟ چه راهنمایی قوی. سوال خیلی کلی داری میپرسی. خیلی شخصیتی که انتخاب کرده اصلا مثل تقلب میمونه برات. همین که مشکیه کلا تقلب دارم بهت میرسم. آرتوری؟ نه آرتور نیستم. آدمی؟ نه. فرازمینی؟ نه. رو زمین زندگی میکنی؟ نه. فرازمینی نیستی؟ رو زمینم زندگی نمیکنی؟ نه رو زمین زندگی میکنم. حواسم نبود. آره تو یه بار دیگه بپرس. آب داره. کرمی؟ نه از دست طبقه بندی کل موجودات شروع کن. موجودات زنده. مثلا نرمتنان؟ نه. خزنده ای؟ نه. باکتری؟ نه. اینقدر کارو برات راحت کردم. چه موجودات دیگه وجود دارن؟ دیگه دایناسور؟ نه.
بازی خیلی مسخره است. به نظرم باید خاطرات اصلا ترسناکمون میگفت. اصلا تو درک نمی کنی چیزا رو. این مغزت کشش نداره. چیز خیلی آسون فقط الان میخواد. بچه ها نمیتونن حدس بزنن اصلا تو چی داری میگی. نفهمم. خب یه راهنمای دیگه بهت میکنم راهنمایی. با داخلش کو. اوه. یک موجودم خب که نه پستان داره نه خزنده نه پرنده. خیلی آسونه. وقتی که نه خزنده باشه نه پرنده باشه نه چیز دیگه چی میشه؟ یه راهنمای دیگه بهت میکنم. باشه. نگاه چه موجودی روی کره زمین بیشترین جمعیت داره؟ مورچه؟ مورچه جزء چه گروه از حیوانات هست؟ اینجا حشره؟ موجود- بالاخره. یعنی من باورم فکر نمی‌کردم بتونی جواب بدی ولی گفت. الان مورچه ای؟ نه حشره ای؟ الان تا اینجا سنجاقکی؟ فهمیدم. سنجاقکی؟ نه حالا ادامه میدیم. چرا؟ من چه حشره‌ای هستم؟ دیگه زنبور؟ نه بگم اصلا گزینه آسونی انتخاب کردم. مثلا بگم تو خیلی گزینه آسونی انتخاب حشره کردم. هستی، حشره های گامبالی و توپولی و اینا کیوت و اینا. اصلا همون رو انتخاب کن. من عاشق چه حشره‌ای ام؟ من عاشق چه حشره‌ای ام؟ عنکبوتی؟ ولی خب من عاشق روتیلم. جسیکایی؟ خیلی سریع فهمیدی. یه دفعه خیلی رفتی مرحله بالا. چرا جسیکا شدی خب؟ دیگه شانسی بود که من اینا رو گذاشتم جلو، تو خودت یکیشو انتخاب کردی. میتونستی که یه رو دیگر انتخاب کنی. فکر نمی‌کردم حالا؟ شرط باشه. الان نوبت تو. نمیخوام ادامه بدم. من چرا بازی به خط حالی؟ چیکار کردم؟ ببینم داخلشو. میخوای سوراخشو بزرگتر کنم که کلم توش جا بشه؟ کله تو اینجا میشه؟ آره. بازی تو رو میخوای ادامه بدیم؟ خب بگو من انتخاب کردم. خب انسانی؟ آره. آدمی؟ انسانی و آدمی یکیه. نه فرق میکنه. اونایی که انسانن و انسانیت دارن با اونایی که آدمن و آدمیت دارن فرق میکنه. مرد یا زن؟ مردم. قاتلی یا قربانی؟ من ذهن تو رو میشناسم. مثل کف دستم میشناسم. قاتلی یا قربانی؟ من دارم جواب تا ته برات میبرم. تو خب قاتلی؟ آره. یه سوال، ازت فیلم ساختن یا نه؟ آره. سریال ساختن؟ آره. نمیتونی بگی، نمیتونی حدس بزنی، مطمئنم. فیلمشون هانیبال؟ چقدر ایزی هستی. داستان همش خیلی جذابه. اینقدر داستانه تو پیش و پا افتاده بود. بچه‌ها میخوان بدونین داستان امیلی چی شد، برین سریال هانیبال رو ببینید. مجبورت میکنم بیایی کنارم بشین نگاه کنی. همونطور که مجبورت کردم وقت باید دایریزو بشینی کنارم تو نگاه کنی هانیبال از تو اول. اول بگو هانیبال رو برای چی داری نگاه میکنی؟ ای خودش. آره من فکر نمیدونم کراش داری. ندارم. ومپایر هم به خاطر کراشت نگاه میکنی. کلا اینا کراشای بچگی و فانتزی کراشی بودن. لحظه بزرگیه، لحظه رونمایی از من زحمتی که چقدر کشیدم. خاکیم، چقدر فروتنم. نگاه کن نمیشه. باید یه فرقی بین یک سلطان و یک کنیز باشه. باید یه فرقی بین یک عظیم و یک صغیر باشه. یک عظیم. دن. نظرتون چیه؟ زیبا نیست؟ شکل خودته وقتی که میخندی. اگه از کارهایی که ما امروز انجام دادیم ایده گرفتین، دوست داشتین، درست کردین، حتما واسمون عکس بفرستین. اینستارم میذارم که اگه خواستین تگمون کنین بتونین تگمون. بچه‌ها این اولین سالی که من هالووین برنامه داشتم براش. این اولین هالووین منه و همیشه فکر میکردم مثلا تزیینات هالووین یک کار مثلا خیلی پرهزینه و یک کار خیلی سختی. بعد اینکه خودت درست میکنی خیلی لذت بیشتری بخش. داره. نشستیم با هم دیگه وقت گذروندیم. کرما از تو کدوم دادم بیرون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بریم دکور نهایی رو با هم ببینیم. دوستتون داریم. بای بای. بای بای. دارم ارتودنسی انجام میدم براش.